لایق یوسفی ساکن 12 ساله ناحیه یاوان را مادرش در 5 سالگی به خانه پیرانسالان و معیوبان گذاشته به روسیه رفت و وعده داد که تیر ماه برگشته او را با خود میبرد. 7 تیر ماهی عمر این نورس در انتظار مادر مهاجرش بر هدر رفت. زبان لایق لکنت دارد و شاید در این 7 سال بیش از 700 بار با دیدن زن پشت در پرورشگاه به استقبال مادر شتافته است، اما همیشه ناامید برمیگردد. مادرت کجا است؟ در روسیه میباشه. پدرت چی؟ پدرم مردگیه. مادرت خبر میگیره؟ نه. برای چی؟ روسیه در مادرم. یگان بار نامدن؟ نه. لایق قصه میکند که نخستین روزهای زندگی را در دوری از مادر در این مکان به سختی غمگین و با مشکلات سپری کرده و حالا به این محیط عادت کرده است. هرچند هر لحظه آرزوی آغوش کشاده و لبخند و دیدار مادر در دل کوچکش شعله میزند. در خودش میگوید روز این آرزویش که مادر دست او را گرفته از این مکان میبرد عملی خواهد شد. مادر من، جان من، قوت درمان من، باعث دولان من، منت غم خال من، مهد شراب بال من، روی تو مثل انار، حسن برزه بی بها، دولت دی بی خلا، مادر غم خال من، دولت دی بی خلا، مادر غم خال من. در این پرورشگاه همراه با لایق 54 نفر چنین کودکان و نورسان بی‌پرستار و ناقص العقل به سر میبرند، در حالی که این مؤسسه برای 40 نفر پیش بینی شده است. اما اکثر باشندگان آن میگویند سالهاست که خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان منزل زیستشان و مربیه ها والدانشان را عوض کردند. نادژدا بابوخانова همشیره شفقت در این خانه اینترنت از رفتار و گفتار لایق توصیف میکند. او میگوید سالهای اول لایق را تقا و خالش خبر میگرفتند، اما حالا آنها دیگر به دیداربینیش نمی آیند. اینترنتی که اتوچنا دارن هم خیلی اینترنت بود. وای میخون مکتب школа интернат. Неким бад ки вай медицинское обследование ки вай и гудака кардан, хадидан ки гудакам буди дора маюбай касал. Вай иҷик зронданша. Вай иҷик зрон иҷам ташкил када будан шона ами 5-3-4 нафара мактавда мактаби ки гудако мехонан ҳам хели мактавда хонда будан. Хай бад дидан ки тоже слабый, где-то год они проучились и их больше не стали принимать учителя, потому что нужно это индивидуальное с ними занятие, а это у нас в школах нету индивидуального. И он возвратился опять сюда, он так и у нас здесь остался. خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان یاوان که 20 سال پیش تأسیس یافته برای نگاهبین و پرستاری 100 نفر پیران برجا مانده و 40 نفر کودکان ناقص العقل و معیوب پیش بینی شده است، حالا در آن 150 نفر باشنده، 96 نفر پیران بیکس و 54 نفر کودکان معیوب و ناقص العقل نگاهبین می شوند. با گفته زرینه رستمova مدیر شعبه کودکانه این مؤسسه در 5 سال پیش این رقم به 20 نفر برابر بود. خانم رستمova میگوید تعداد باشندگان این مرکز از حساب کودکان و نورسانی که والدانشان به مهاجرت می روند بیشتر می شود. بله مادرم خبر میگیرم، پدرم چیه؟ پدرم نمیگوید. لایق و همتاهای او در این پرورشگاه هر روز و شب لحظه شماری می کنند. تنها انتظار یک نفر، یک آغوش و یک تبسم مادر که شبها در خواب آرزوی آن را می کنند، با امیدی که این آرزوها روز به حقیقت تبدیل می شوند.